بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. پروژه مهندسی اینترنت با موضوع مدیریت پهنای باند کلاس‌ها و کاهش ریسک ازدحام ترافیک بخش DFD Level 1. در این سطح سیستم به چند فرآیند اصلی شکسته میشه. در واقع این بخش 4 موضوع مهم داره. 1. مدیریت کاربران. 2. مدیریت محصولات. 3. ثبت سفارشات و 4. پرداخت. جریان ها به این شکل هستش که مشتری اطلاعاتش رو وارد میکنه، میره به صفحه مدیریت کاربران. مشتری درخواست خریدش رو وارد میکنه، میره به سوی سمت سفارش. مشتری اطلاعات سفارشش رو وارد میکنه و میره به سمت پرداخت. وقتی نمایش نتیجه پرداخت برای ما اومدش، میره به سمت بازگشت به سیستم. هدف این بخش نمایش ساختار کلی عملکرد داخلی سیستم هست.